سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه یک هدر شفاف رو طراحی کنیم. شاید دیده باشین توی سری از سایت‌های شرکتی میان اول صفحه اصلیشون رو یه تصویر بزرگ قرار میدن که روی این تصویر هدرشون نمایش داده میشه و هدرشون به صورت ترانسپرنت یا به صورت شفاف داره نمایش داده میشه اونجا. ما هم توی این آموزش میخوایم همچین هدری رو طراحی کنیم. من توی این سایت دارم از افزونه المنتور و المنتور پرو و قالب هلو المنتور استفاده میکنم. خب بریم که اول از همه این اسلایدری که اینجا قرار دادم رو به صورت تمام صفحه اول صفحه اصلیمون نمایش بدیم. خب من اینو با المنتور ویرایش میکنم. خب ما اینجا یه دونه اسلایدر داریم که من این اسلایدر رو قبل از ضبط آموزش قرار دادم. ارتفاعش رو روی VH و 100 قرار دادم که با توجه به اندازه صفحه نمایش ما که سایت داره توش نمایش داده میشه ارتفاعش تنظیم بشه و در واقع انگار که 100% ارتفاع صفحه نمایش رو شامل میشه وقتی که روی VH 100 قرار بدیم. خب حالا باید وارد کانتینری بشم که اسلایدرمو توش قرار دادم و عرض محتوای کانتینرمو روی تمام عرض قرار بدم که به صورت تمام عرض برای من نمایش داده بشه. ببینید اینجا تمام عرض نیست دیگه، یه فاصله از کنارها داره. خب حالا ذخیره میکنم، رفرش میکنم صفحه‌مو ببینم به چه صورتی نمایش داده میشه. خب الان اینجا اسلایدر من تمام عرض شد ولی یه فاصله کوچیک داره که این فاصله مربوط به پدینگ پیشورز خود کانتینر هستش یا همون فاصله داخلی. من روی همین کانتینر کلیک میکنم، وارد تب پیشرفته میشم و این فاصله داخلی رو روی 0 قرار میدم که حذف بشه. حالا اگر بروزرسانی کنیم و اینجا رو هم رفرش کنیم میبینیم که این فاصله هم از کنارها حذف شد و عملا اسلایدر ما به صورت یک تصویر تمام عرض و تمام ارتفاع قرار گرفت توی سایتمون. حالا فقط تنها مشکلی که داریم هدرمون هستش. الان باید بریم سراغ طراحی هدر که این هدر به صورت شفاف باشه و این اسلایدر بره زیر هدرمون نمایش داده بشه. خب برای این کار وارد پیشخوان میشیم، از قسمت قالب ها یک قالب جدید ایجاد میکنیم، نوعش رو میذاریم سربرگ و اسمش هم حالا یه اسم دلخواه میذاریم. من میذارم هدر شفاف. ایجاد قالب رو میزنم. خب پنجره کتابخونه رو میبندیم و وارد محیط طراحی هدر میشیم. من اینجا یک کانتینر ایجاد میکنم که 3 تا ستون داشته باشه. تو این آموزش مهم نیستش که حالا ساختار هدرمون چی هستش، فقط اون قسمت شفاف بودنه رو میخوایم نمایش بدیم. ما قبلا آموزش‌های مختلفی درباره طراحی هدر توی کانال یوتیوبمون منتشر کردیم. هدر دیجیکالا رو طراحی کردیم و یکی دو مدل هدر دیگه هم طراحی کردیم که لینکاشو من توی توضیحات همین ویدیو قرار میدم، اگر دوست داشتین اونا رو مشاهده کنید. خب اول از همه توی ستون من یه دونه لوگو سایت قرار میدم و از قسمت استایل میام عرضش رو روی پیکسل میذارم و میگم تا 120 پیکسل این لوگو رو برای من نمایش بده ارزشو و میام توی ستون دوم یه منو قرار میدم و این منو رو هم ببینید حالا از قسمت استایل میام رنگش رو یک مقداری سفید میکنم، کاملا سفید نمیکنم، حالت خاکستری مانند باشه ولی خب بیشتر به سمت سفیدی باشه که روی محیط سفیدم تا حدودی دیده بشه. خب اینجا هم میخوام یه دکمه قرار بدم. شما میتونید هر المانی که خواستین قرار بدین. من فقط برای اینکه بگم چجوری میخوایم هدر رو شفاف کنیم دارم این المان ها رو قرار میدم. خب از لحاظ ظاهری دکمه هم اوکی میکنم. حالا میتونه همون سبز باشه، میتونه سفید باشه. من حالا رنگ متنشو میارم مشکی میذارم و رنگ خود دکمه هم یه مقدار سفید مایل به خاکستری. خب اینجا قرار دادیم. حالا متنش و هر چیزی که خواستین رو میتونین طراحی کنین. این دکمه رو میگم در انتها نمایش داده بشه و لوگو رو هم در ابتدا نمایش داده بشه که اینو انتخاب میکنم و این گزینه رو فعال. خب یک مقدار اینو کوچیک‌تر میکنم، روی 10% میذارم. خب این 25% بود، وقتی آوردیم روی 10% یعنی 15% کم شده. خب من به ستون وسط حدود 10% دیگه اضافه میکنم 60% و به ستون آخرم 5% دیگه اضافه میکنم 30% که به صورت 100% اینجا نمایش بده. خب حالا انتشار رو میزنم، شرطش رو انتخاب میکنم، کل سایت و سیو اند کلوز رو میزنم. حالا وارد سایتمون میشیم، رفرش میکنیم. خب هدرمون اینجا داره نمایش داده میشه. حالا میخوایم این اسلایدر بره زیر هدر. کاری که انجام میدیم ببینید، میایم داخل ویرایشگر المنتور برای صفحه اصلی و اون کانتینری که داخلش اسلایدرمون قرار داشت رو انتخاب میکنیم. شما میتونید به جای اسلایدر عکس بذارین یا هر چیز دیگه ای بذارین. حالا من اینجا یه اسلایدر نمونه گذاشتم
و میام اینو انتخاب میکنم، در واقع کانتینر رو انتخاب میکنم و حاشیه داخلی رو از بالا منفی میدم. این اتصالم ور میدارم که بتونم فقط از بالا منفی بدم. اینجا می‌نویسم منفی 70. خب ببینید 70 کمه، یه مقدار باید بیشتر بشه. اینو میارم دستی تنظیم میکنم تا تقریبا شد 95. حالا برای اینکه دقیق باشه و توی سایزهای مختلف ما به مشکل نخوریم، میتونیم به هدرمون یه ارتفاع مشخصی بدیم. اینجا کانتینر هدر رو مشخص کنیم و کمترین ارتفاع رو بهش یه مقدار خاصی بدیم. مثلا بذاریمش 95 که توی 95 پیکسل نمایش بده و به روز ثانیه بزنیم و اینجا هم همون منفی 95 رو میدیم بهش. حالا کار دیگه که باید انجام بدیم زد ایندکسه، چون ببینید الان من اگه اینو ذخیره کنم، هدرم هم ذخیره کردم، حالا اگه صفحه اصلی رو رفرش کنم میبینیم که اسلایدر ما روی هدر قرار گرفت. چیکار کنیم که اسلایدر بره زیر و هدر بیاد بالا؟ کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به اسلایدرمون زد ایندکس 1 بدیم و به هدرمون هم زد ایندکسی بالاتر از زد ایندکس اسلایدر بدیم. ما اونجا 1 دادیم، اینجا میتونیم 2 بدیم یا حتی میتونیم بالاتر بدیم. من اینجا میذارم روی مثلا 100 که از بقیه المان هایی که توی سایت هست هم زد ایندکسش بالاتر باشه که یه وقتی یه جایی زیر المان ها قرار نگیره. خب به روز ثانیه زدیم، حالا رفرش میکنیم. خب میبینیم که هدر ما اومد بالا قرار گرفت. حالا این رنگ بندی ها رو دیگه خودتون میتونین اوکی کنین. فقط دقت کنین الان این هدر ما شفاف هستش. حالا این عکس ما یه مقدار روشنه، این عکسمون تیره است، اینجا داره خوب نمایش داده میشه، ولی یه مقدار شلوغه دیگه. مثلا این نوره که اینجا هست توی عکس خب قاعدتا باعث میشه این آیتم 1 دیده نشه. حالا این هاورش هم باید درست کنیم دیگه، مشکی نباشه، باید سفید بشه. البته میتونم اینا رو کلا سفید کنم. خب رفرش کنیم، من کلا اینا رو سفید کردم. ببین باز یک مقدار فکر میکنم سفید شد دیگه. آره سفید شد، ولی یه مقدار بازم خانایی خوبی نداره. میتونیم از یه قابلیت دیگه المنتور استفاده کنیم. اگر اینجا روی منوها کلیک کنیم، تو همین قسمتی که سفید کردیم پایینش یه سایه داره، اینجا میتونیم یه سایه بهش بدیم. اینجا من شفافیتشو کمتر میکنم که سایه‌اش یه مقدار بیشتر دیده بشه و محو شدگیش هم اگه زیاد کنیم این خیلی محو میشه. یه مقدار کمتر میکنم که به این شکل باشه و افقی عمودیش همون 0 باشه. اوکیه. به روز ثانیه میزنم و اینجا اگر رفرش کنیم ببینید حالا بهتر داره خونده میشه. میتونیم یه پس زمینه شفافی هم به هدرمون بدیم. میایم از قسمت استایل، حالا کانتینر رو انتخاب کردم، از قسمت استایل توی قسمت پس زمینه کلاسیک رو انتخاب میکنم و اینجا یه پس زمینه مشکی بهش میدم، ولی اوپاسیتی یا شفافیتش رو کم میکنم، میارم مثلا روی همچین مقداری میذارم. حالا اینو دیگه خودتون میتونین تنظیم کنین. اگر اینجا رفرش کنم ببینیم چه بلایی سرش اومده. اینجا به این شکل نمایش میده. اینم یکی از راهایی هستش که میتونیم هدرمون رو به صورت شفاف حتی روی تصاویری که پس زمینه روشن دارن هم استفاده کنیم. اگر عموم پس زمینه‌های شما مثل این پس زمینه‌ای هستش که من اینجا دارم استفاده میکنم و تقریبا میشه گفت تیره هستش، میتونیم به جای اینکه یه پس زمینه کامل بدیم بهش، به این حالت گرادیانت بدین، حالت سایه بدین. اینجا به جای اینکه کلاسیک رو انتخاب کنین گرادیانت انتخاب میکنین و از این قسمت هم رنگ هایی که نیاز هست رو انتخاب میکنیم. من اینجا مشکی میذارم رنگو، خب ولی شفافیتش رو تقریبا کم میکنم، روی حالا 60% 70% میذارم حدودا و اینجا رنگ دوم و شفافیتش رو کامل از بین میبرم. خب به این شکل داره نمایش میده. حالا بروز ثانی میکنیم، ببینید به این شکل دیگه اون مرزی که اینجا وجود داشت عملا دیده نمیشه و یه مقدار بهتر شد. خب اینا تکنیکایی هستش که میتونین استفاده کنین. ما الان این هدر رو فقط توی صفحه اصلی اینجوری به صورت شفاف قرار دادیم و تصویر اسلایدر داره زیرش نمایش داده میشه. اگر توی صفحات دیگه بریم، مثلا من وارد صفحه فروشگاه میشم، هدر ما به این شکل نمایش داده میشه. راههای مختلفی داریم که اینجا هدر رو به درستی نمایش بدیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم 2 تا هدر طراحی کنیم. یکی رو بگیم فقط توی صفحه اصلی نمایش داده بشه و توی صفحات دیگه سایت هدر پس زمینه داشته باشه و خیلی ساده نمایش داده بشه. یا اینکه میتونیم توی تمامی صفحاتمون موقع طراحی مثل صفحه اصلی که اینجا به این المانش یه منفی 95 دادیم، به اولین المان هر صفحه هم یه منفی 95 بدیم و یه فاصله هم قرار بدیم که
این هدر اونجا بتونه نمایش داده بشه. برای مثال من اینجا یه دونه برگه ایجاد میکنم و حالا یه عنوانی براش میذاریم و ویرایش با المنتور رو میزنیم. خب مثلا میخوایم توی این صفحه ما یه دونه درباره ما طراحی کنیم. خب اینجا یه دونه کانتینر اضافه میکنم و عنوان صفحه‌مو اینجا مینویسم. اینجا میذارم درباره ما. حالا یکم از لحاظ ظاهری درستش میکنیم. حالا میام کانتینرش رو انتخاب میکنم و اینجا از قسمت پیشرفته بالاش رو میدم -95. حاشیه داخلی بالا -95. ببینید متن ما رفت بالا چسبید. خب میام چیکار میکنم؟ میام فاصله داخلی رو از بالا بیشتر از 95 میدم. حالا خود 95 هم نه، مثلا میارم روی 150 فکر میکنم خوب باشه. 150 میدم. از پایینم یه فاصله 50 پیکسل یا حتی مثلا 70 پیکسل میدم و میتونم اینجا پس زمینش هم تغییر بدم که یه مقدار بهتر نمایش داده بشه به این شکل. خب حالا انتشار رو میزنم. این درباره مایی که اینجا به صورت کامل مشکی نیست به خاطر اینه که هنوز ذخیره کامل نشده. خب اگه روی پیش نمایش بزنیم میبینیم که به این شکل نمایش داده شد. حالا ما میتونیم حتی طراحیمون رو قشنگتر کنیم. به جای اینکه اینجا از یک پس زمینه خاکستری استفاده کنیم بهش تصویر بدیم. مثلا اینجا من این تصویر رو قرار میدم درباره ما و به این شکل داره نمایش میده. خب حالا این متن درباره ما رو هم سفید باید بکنیم. کافیه رو درباره ما کلیک کنیم، از قسمت استایل رنگش رو سفید کنیم. اینجا میتونیم بهش یه سایه هم بدیم که بهتر دیده بشه. خب من اینجا این سایه رو انتخاب میکنم، یه مقدار شفافیتش رو کمتر میکنم و محو شدگیشم حالا همون کم میکنم، روی 9 میذارم که اوکی باشه. خب حالا علاوه بر اینا ما میتونیم برای اینکه خوانایی بهتری داشته باشه چه توی صفحه اصلی چه اینجا میتونیم از روکش پس زمینه هم استفاده کنیم. میریم این کانتینرمون رو ویرایش کنیم، ولی خب این سرور اجازه نمیده دیگه، ما هم اینو منفی دادیم. از این قسمت ناوبر کمک میگیریم و کانتینرمون رو اینجا انتخاب میکنیم و میریم تو قسمت استایل. اینجا ما یه پس زمینه دادیم، میایم پایین روکش پس زمینه رو اینجا انتخاب میکنیم، یه رنگ مشکی بهش میدیم، یه رنگ مشکی کامل بهش میدیم و از این قسمت شفافیت رو کم و زیاد میکنیم. ببین الان اصلا این رنگ مشکی کامل مخفی شد، اینجا هم 100% شد. ما میایم یه همچین مقداری بهش میدیم، مثلا نیم میذاریم، 50% شفاف باشه و به روز ثانیه میزنیم. حالا اگر این صفحه رو رفرش کنیم میبینیم که بخش اول درباره ما به این شکل داره نمایش داده میشه. حالا این تصویر فقط قسمت بالاش داره نمایش داده میشه. اگر بخوایم به صورت کامل نمایش داده بشه چیکار میکنیم؟ دوباره وارد قسمت کانتینر میشیم. توی قسمت پس زمینه اینجا نوع نمایش رو ما میتونیم تغییر بدیم. ببینید جایگاهش رو میتونیم وسط بذاریم به این شکل، میتونیم مثلا وسط پایین بذاریم که پایین وسط به این شکل میشه. همون وسط فکر میکنم بهتر باشه. حالا اینا موارد ریزه‌ای هستش که خودتون میتونید انجام بدید. اندازه نمایش هم میتونیم تغییر بدیم، به صورت خودکار باشه، به صورت پوشش باشه که کامل در نظر بگیره، یا به صورت دربرگیرنده باشه که اینجوری تکرار میشه. حالا میتونیم تکرارش رو حذف کنیم بدون تکرار بذاریم، یا میتونه سفارشی باشه که خودمون مشخص کنیم که ارزش چقدر باشه. من اینجا همون سفارشی، یا میتونیم همون پوشش رو بذاریم، پوشش هم بذاریم در واقع همون ارز 100%. خب این از این تا اینجا ذخیره میکنیم و کارمون تموم میشه. اگه دنبال آموزش‌های بیشتر و ترفندهای بیشتر از طراحی سایت و وردپرس و المنتور و افزونه‌های کاربردی این حوزه هستین، حتما کانال منو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. اون زنگوله رو هم به صدا در بیارین تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم جزو اولین نفرا باشید که تشریف میارید و ویدیو رو مشاهده میکنید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.